بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ما شما به ادامه درسای جیسون متد جیسون انکود میخوانیم. جیسون انکود یک متد است در پی اچ پی که یک پی اچ پی اری را به جیسون ابجکت تبدیل میکنه. یعنی ما اری را به یک جیسون تبدیل میکنیم. جیسون چی است؟ ما گفتیم که یک نوع دیتایی است که در هر زبان برنامه نویسی میشه از او استفاده بکنیم. مثلا یک اری باشه به این شکل از شیتی بری است. ما میخوایم اینمی را به یک جیسون تبدیل بکنیم. باز در پی اچ پی یک متدی است که اینمی اری را به چی تبدیل میکنه؟ به جیسون تبدیل میکنه. مثلا ایکو میکنم جیسون انکود اینمی اری را. ببینید جیسون انکود باز این اری را پاس کرده. وقتی که ریکو بکنیم ایره به یک فایل یک جیسون ابجکت تبدیل میکنه. ببینید به این شکل. اینمی کار جیسون انکود است. و یک چیز یادآوری شما ما شما در ویدیو قبلی با این ساختار کار کردیم. تا URL جیسون URL تایپ ما get success میشه که از اینمی فانکشن هم استفاده بکنیم. $.get JSON URL get function دیگه طریقه یکسان است، فقط .get JSON نوشته شده. URL و دیگه تایپ و می سکسیس نوشته نمیشه. خب میایم درباره جیسون انکود دیگه هم صحبت میکنیم. در عملی باز قسم استفاده نمیشه که ما اینمی اری را تبدیل میکنیم. جیسون انکود با خاطر ساخت API ساخته میشه. مثلا در ویدیو قبلی شما دیدین ما از API مردم استفاده میکردیم. حالا چه قسم ما خود ما API بسازیم و ازش استفاده بکنیم. شاید شما بگین که چی فایده که در یک API میسازیم در دیگه جای. به این خاطر که مثلا شاید یک وبسایت بسازیم که یک API به دیگه نفر بدیم که دیتای ما را بگیره، یا هم به خاطر ساخت اپلیکیشن موبایل. باز موبایل ها که هست از API ها استفاده میکنن. مثلا ما API دیجا میسازیم در یک زبان برنامه نویسی مثلا فلاتر یا هم در جاوا. از این API استفاده میکنیم. دیتایش در اپلیکیشن موبایل ما چی میکنیم؟ ما ریتریو میکنیم. خب امروز میخوانیم چه قسم ما خودیم یک API بسازیم توسط جیسون انکود. خب قسمی که شما میبینین ما در لوکال هاستم پی اچ پی مای ادمین یا زمپی خود آمدم. در اینجا دیتابیس به نام اگزیک تایلر است و در اینجا یک تیبل داریم به نام کستومرز. ما میخوایم اینمی دیتایی که در اینجا داریم از این یک API بسازیم و در یک صفحه دیگه ازش استفاده بکنیم. خب من در ویز کود خود در اینجا یک فایل گرفتم به نام student.php و در قسمت پی اچ پی را باز میکنم و پی اچ پی را هم بسته. اولین کاری که میکنیم کانکشن میگیریم. میگیم که MySQLi connect و local host. در قسمت دیگه روت میدادیم. یوزر ما پاسورد نداریم و دیتابیس ما از به نام اگزیک تایلر. خب کانکشن ما ساخته میشه و در قسمت MySQL باز میکنم. میگیم که select all from customers به شکل. حالا ما دیجا یک دانه اری میگیرم با نام مثلا $r و میگیم که MySQLi فیچرز ها که اگر یادتان باشه ما $SQL دیجا پاس بکنیم. این فقط یک دیتا میده. حالا یک اری را سریع چه قسم پرینت میکردیم؟ ما شما میگفتیم که ایکو بکو برای ما تگ پری کنترل سی کنترل وی تگ پری را بسته میکردیم و دیجا میگفتیم که پرینت آر بکو برای ما اینمی اری.
حالا پروژه خود چه قسم رن میکنیم؟ در قسمت نوشته میکنیم که لوکال هاست و جیسون. خب جیسون بعدا فایل ما به نام چی هست؟ به نام student است .php. خب خود اینجا میگه که unknown database exec تایلر میگه نداری exec تایلر ایره پاک میکنه. حالا اگر ما بیایم خب دیجا کستومرز میگه نداری. خب کستومرز ما ببینم که دیگه چیه داریم. خب اینجا ما شما کیوری را اجرا میکردیم. اینجا ما میگیم که کوری و میگیم که مایسکولای کوری تا کیوری اسکویل دی کنکشن و اینمی اسکویل برای ما اجرا شد. خب و دی قسمت ما اینمی کیوری را یا ای مثلا ای را ما ریزالت میدم RS و اینمی RS دیجا پاس میکنم. حالا اگر شما متوجه شوین این مایسکولای فیچیساک فقط برای ما یک کاری میده، یک ریکارد میده. توسط لوپ با چندین دانه میگرفتیم. اگر بگویم که مایسکولای فیچ آل مکمل دیجا دیتا برای ما میده. یعنی مایسکولای فیچ آل مکمل دیتا را برای ما چی میکنه؟ سلکت میکنه. خب ولی اگر شما متوجه شوین دیجا اینمی به شکل اندکس آری است. به شکل چی است؟ اندکس آری است. حالا ما میخوایم اینمی را با اسوسییتیو آری تبدیل بکنم. به چی تبدیل بکنم؟ با اسوسییتیو آری. باز دیجا یک پارامتر دیگه میتیم با نام مایسکولای اساک. باز با فیچال که یک پارامتر دیگه تعیین بکنید با نام مایسکولای اساک، مایسکول اساک دیجا مایسکولای. باز ای با آری دو بودی اسوسییتیو تبدیل میکنه. ببینین ID سی نیم و ای چیز آدم. و اگر شما متوجه شوین اینمی به شکل چی است؟ آری است. به شکل آری. و یک چیز دیگه شاید اینمی دیتا را خب این به شکل آری است. اینمی را ما میخوایم به یک جیسون تبدیل بکنم. به چی تبدیل بکنم؟ جیسون. این را پاک میکنیم و دیجا میگیم که ایکو بکو برای ما جیسون انکود. یا مثلا دیجا یک دانه وریبل میگیریم به نام مثلا جیسون و میگیم که جیسون انکود. اینمی آری را برای ما به جیسون چی بکو تبدیل بکو. حالا میگیم که ایکو بکو برای ما اینمی وریبل جیسون. حالا اگر ما سفر رفرش بکنم دیجا برای ما دیتا را به این فرمت جیسون میده. خب من اینجا اکستنشن ها دانلود کرده بودم که باید با فرمت نشان میداد. خب خیلی اگر شما متوجه شین مکمل دیتا را به فرمت چی داد برای ما؟ به فرمت جیسون داد. ببینین به این شکل. یعنی جیسون انکود ای کارا برای ما میکنه. حالا ما میخوایم که اینمی باز چه شد؟ یک API ساخته شد. میشه مثلا اینمی لینک اگر وبسایت هوست کرد بکنین به یک شخص دیگه یا در اینمی را با اپلیکیشن مثلا اینمی لینک اپلیکیشن میسازین با اینمی API میتونین دیتاش ریتریو بکنین. مکمل شاگردار از اینمی API باز دوجا
نمایش بدیم. یعنی ما چه قسم API میسازیم در قسمت شما دیدیم. حالا ما میخوایم مثلا مثل که دیجا ویدیو قبلی ما اینجا ایرا پاک میکنم، این میجا ما مثلا میخوایم که از اونمو API دیتایش را ریتریو بکنیم. خیلی قسمت ما اینمی URL کاپی میکنیم و پس دی فایل میایم. دی فایل با جایش اینمی URL ما دیجا میمونم. تایپ ما گیت شد به این شکل URL. مثلا دیگه یک چیز دیگه تعیین میکنیم که دیتا تایپ جیسون میگیریم. چی میگیریم؟ جیسون. خب و دیجا ما در کانسول برتان ریسپانس نمایش دادم. دیجا میایم کانسول، ببینید دیجا برای ما جیسون به شکل اری داد. به شکل اری یعنی چندین دانه ریکارد است. خیلی چندین دانه ریکارد که است ما دیجا لوپ میگرفتیم، نوشته میکنیم که جی کیوری ایچ. خب ریسپانس تعیین میکنیم. خب دیجا ایندکس اری است و دیجا ویلیو الیمنت. خیلی دیجا من ایتو کار میکنم دی تی بادی ما ایرا اضافه میکنم. خیلی میگیم که دالر اینمی آیدی تی بادی دات اپند از بیگ تک استفاده میکنیم. اول تی آر باز میکنیم، تی آر هم بسته، تی دی هم بسته و میگیم که دالر اینمی ولیو. ببینید اینمی شد. یه مثلا دیگه من فقط ولیو نوشته میکنم. مثلا میگیم که از ولیو برای ما آیدیش بده. حالا اگر من صفحه ریفرش بکنم value.id. خب td بادی نوشته کردم. حالا اگر من صفحه ریفرش بکنم ببینین آیدی شده اینجا نمایش داده شد. مثلا کنترل سی کنترل وی دیگه چی داشت؟ نیم داره، سی نیم است. ببینین نامش دیجا نمایش داد. ای بود ما چه قسم خود ما یک API بسازیم و ازش استفاده بکنیم. یک چیز دیگه مثلا ما دیجا شرط میتم از دیجا مثلا ما پاس میکنم که دیتا رو روان میکنم که برای ما مثلا آیدی 2 میشه بده. خیلی دیجا ما شما اگر دیتا رو روان میکنیم تایپ ما چی میگیریم؟ پوست میگیریم. مثلا ما دیجا میگیم که دیتا و به شکل ما دیتا روان میکنیم. اگر اجاکس یادتان باشه مثلا میگم که آیدی و تو چی روان بکن؟ مثلا 1 روان بکن. به شکل اگر مثلا در قسمت ما بیایم ببینین آیدی را ما 1 روان کردم و چی روان کردم؟ 1. بازی نمی آیدی دوجا میره. خیلی ایجا ما مثلا شرط میتونم که ویر مثلا ویر آیدی اینمی آیدی نامی کالم است. مسایی با چی باشه؟ مسایی میگیم که از طریق پوست برای یک چیز میه با نامی آیدی. اینمی از طریق پوست آیدی میه. ای از کجا میه؟ از اینمی فایل. با ای API ببینین با ای API ما چی روان کردم؟ دیتا را پاس کردم. اگر ما بیایم مثلا صفحه ریفرش بکنم ببینین برای ما امو نفر 1 فقط داد. اگر ما 2 پاس بکنم ببینین فقط برای ما نفر 2 میده.
یعنی این بود ما چه قسم API بسازیم، API رید بکنیم و با API چه قسم دیتا ما پاس بکنیم که به این شکل ما دیتا را پاس میکنیم. خدا کنه که فهمیده باشین. ویدیو رو چند دفعه ببینین. اگر کدام سوال یا مشکلی بود در گروپ مسیج من